قرائت شاهزر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتار 11. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. آسیای میانه در حیات دولتی هخامنشی‌ها. مبارزه این دو قوه اساس پیشرفت جهان را تشکیل می دهند. مطابق به اسم اهورامزدا زردشتیه را بعداً مزداییزم و خود پیروان آن خودشان را مزدایسنایان از مزدایسنا ستاینده مزدا می نامند. قبیله های آریایی خیلی بر وقت ظاهراً در دوره هند و ایرانی درباره دو نوع خداها تصورات داشتند. دیو در هندی، دیو بعدتر در ایرانی دیو شده است. خداهای قدیمی آنتروپومورفی طبیعی بودند. این کلمه به معنی عمومی خدا نیز می آید. ریشه هندو اروپایی دیو. دیگر اسورا در ایرانی اهورا معنی لغویش سرور، خداوند، خدایانی که سروری عالی و سروری مخصوصی را دایر به مسائل اخلاقی به عهده داشتند. موافق عنعنه هند قدیم در سرودهای بعدتر ایجاد شده ریگوید، اسورها دشمن مردم حساب می شدند. بعدتر در هند کلمه اسور را تنها برای افاده قوه های بدی استفاده می کردگی شدند. دیوها باشند همچون خدایان باقی ماندند. در دین مزدایسنا این تبدیلات برعکس انجام گرفت. دیوها در این دین خدایانی بدکردار گشتند. در شمار دیوها اویستا، ایندرا یکی خدایان معلوم و مشهوری ویدایی و نهتنا در هندی نساتیا و دیگران را نام میبرند. اصطلاح اخورا برعکس معنی خدا را در خود نگاه داشت. از بین خدایان دیگر یکی جدا گردید که خدای عالم و کیهان، خداوند دانا و رازدان به حساب می رفت. اهورا در یک جایگی با صفت مزده نام خدای یگانه اهورامزدا را خداوندی با خرد را تشکیل می کند. این تغییرات بی‌واسطه با رفت گذریش به دینی که جنبه های اخلاقی زیاد داشت مربوط بود. اهورامزدا مانند اسوره هندی قدیم و اون با یکی از مفهوم های اساسی دینی بی‌واسطه علاقمند است که آن ارتا در اوستا، اشا راستی، شهریاری خوب، عدالت می باشد. در گاتهای زردشت اهورامزدا نه تنها خدای یگانه است، او نه تنها خدایان دیگر را رد و انکار می کند بلکه بجای آنها عمل می نماید. در ساحه رسم و آیین زردشت قربانی های خونین و استفاده نوشاکی مقدس خام را در هندی سامه رد می کرد و تنها ستایش آتش را ترغیب می نمود. آتش همچون افاده و یا رمز عدالت الهی ارتا شناخته می شد. ستایش آتش و آتشکده ها بعداً یکی از خصوصیت های خاصی زردشتیه گردیدند. منع کشتار چارپایان برای قربانی بی‌واسطه با مضمون و مندرجه اجتماعی تعلیمات زردشت علاقمند است. یک جایه با تمایل یک خدایی که به سبب خدای یگانه شناخته شدن اهورامزدا در بین طایفه های ایرانی انکشاف می یافت، تصورات دوالیستی نیز پهن می گردید. موافق این تصورات تمام چیزهای روی جهان،
خدایان، حوادث طبیعت و جمعیت، حیوانات و غیره به مبدأهای نیک و بد، براستی، ارته و یا دروغ، دراوگ، شکل اوستاییش دروگ، دروج، تجسمی بی‌عدالتی، بدی و بداخلاقی منصوب است. این عقیده ها در تعلیمات زردشت که مونوتئیسم و دوالیسم را فرا گرفته، تمام تصورات دوالیستی را در اطراف یک ضدیت عمومی جهانی غون می کرد، جمع بست و عمیق‌تر شده بودند. در ضدیت عمومی جهانی رول حل کننده را انسان می بازید. رول انسان در زردشتیه از روی کنسپسیای آید به اراده آزاد که در گاتهای زردشت اساسناک شده است معین می گردد. انسان نیکی و یا بدی را خود انتخاب می نماید و عملیات او در رفت مبارزه جهانی مبدأهای نیک و بد اهمیت حل کننده دارد. راه نیکی را دینی پاکی به زمین آورده پیغمبر زردشت نشان می دهد. کوشش یک جایی طرفداران آن و یا پیروانش باید در آخر به پیروزی نیکی برساند. زردشت به مردم وعده رسیدن جهانی نوی را می داد که در آن قوه‌های نیکی بر بدی پیروز خواهند شد. پس از آزمایش با آتش آنهایی که نیکی را انتخاب نمودند به عالم عدالت که اهورامزدا با آن اساس گذاشته است می رسند. موافق تعلیمات زردشت، پیروزی قطعی قوه‌های نیکی در آینده نزدیک باید انجام بپذیرد. ولی بعدتر در زردشتیه قبول گردید که پس از مولودی زردشت و به میان آمدن آیین او که وسایل مبارزه با بدی است تا رسیدن رهانی بخش ساوشیانت، این اصطلاح در گاتها نیز استفاده شده است که از نطفه زردشت است و در قعر کل نگاه داشته می شود، 3000 سال خواهد گذشت. محض پس از رسیدن رهانی بخش باید پیروزی قطعی نیکی بر بدی انجام یابد. وظیفه اساسی انسان در مساعدت به نیکی، در مبارزه آن با بدی، گزارش نماز و اجرای مراسم ها حساب نمی یافت. در آغاز پیدایش خود زردشتیه با این جهت مسئله قریب هیچ اهمیت نمی داد. وظیفه اساسی زندگی عادلانه از طرف دین حق معین گردیده و اندیشه نیک، گفتار نیک، کرداری نیک بودند که توسط آنها انسان با بدی مبارزه میکرد. زیاد کردن بایگری های مادی که اهورامزدا و یا روح مقدس برای انسان آفریده است، یعنی مشغول شدن با چارواداری و کشت و کار، یکی از وسیله های مبارزه با قوه های بدی دانسته می شد. در خود گاتها در برابر اهورامزدا دو روح همزاد موجودند که یکیشان تمثال راستی و دیگری تجسم دروغ می باشد. در قسمت یسنای 7 بابه اوستا موضوعهای بسیار خدایی پلیتئیستی خیلی زیادند. در اینجا نه تنها اهورامزدا و تظاهرات او، بلکه آتش، آب، باد، زمین، هوا، روان چارپایان و غیره ستایش می شوند. در بین مجموع خداهای اوستایی از همه مشهور و ستایش شونده خدای آفتاب و روشنی میتره، حمایتگری پرزوری رزم کنندگان، بخشنده پیروزی و باز آلیه سیرحاصلی و آبهای روان
اردویسور اناهیتا بودند. در مراسم عبادت به این آلیه خصوصیت‌های محفوظ مانده بودند که به دوره مادرشاهی می رسیدند. اثری تاجیکان شعله بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. آسیای میانه در حیات دولت هخامنشی‌ها. از آداب و رسوم زردشتیه رسم گوراندن مرده ها حالا هم در بین پارسیان هند معمول است. جهت‌هایی به خود خاصی دارد. کالبد مرده در دخمه گذاشته می شود و گوشتش طعمه پرندگان می گردد. استخوان‌هایی به این طرز از گوشت تازه کرده شده در ظرف‌های مخصوص آسواری‌ها استادان‌ها نگاه داشته می شوند. این رسم که شکلاً از زردشتیه پیشتر به وجود آمده است با قاعده‌های اساسیش به زردشتیان بار کرده شد و برای پیروان آن یگانه رسمی امکان پذیر گردید. ضدیت بین زندگی و مرگ یکی از ضدیت‌های اساسی در سیستم تعلیمات دوالیستی زردشتیه به شمار می‌رفت. زندگی نعمت بخشیده مبدأ نیکی، مرگ باشد بدی آفریده اهریمن. تن پیرو دین که در زندگیش افاده مبدأ نیک بود، پس از مرگ ناپاک افاده مبدأ بدی می گردد. در برابر این ستایش آتش، زمین، آب قطعیاً ناپاک کردن آنها را منع می کرد. از این رو به خاک سپردن و یا سوزاندن مرده رسم نبود، گرچندی پیش از این سوزاندن مرده معمول بود. و این خودی کلمه دخمه که عادتاً آن را همچون جای سوزاندن معنی داد می نمایند اشارت می کند. تعلیمات زردشتی شغل دهقانی و چاره‌داری را وظیفه مقدس و کاری پرشجاعت می دانست و پیروان خود را به این امر وادار می نمود. در فصل سوم ویدیوداد گفته می شود که مکان خیر و احسان و شادی و خرمی این همان جاست که بندگان برای خود مسکن و آتشکده ساخته صاحب زن و فرزند و دارای رمه باشند. آنگاه به این مکان خیر و برکت رو آورده حیوانات و سگ، زن و کودک، آتش و همه گونه ناز و نعمت آسوده و ایمن خواهد بود. این همان جایی است که بندگان بسیارتر غله، علف، نباتات و میوه های خوردنی می کارند. زمین خشک شده را شاداب و زمین خیلی نم را خشک می کنند. به مقدار خیلی زیاد حیوانات کلان و خرد را پرورش می نمایند و این حیوانات پاروهای نهایت بسیاری می دهند. فقره های 2-6. در اینجا برای گذشتن به چاره‌داری و زندگی مقیمی و مخصوصاً به خواجگی زراعتکاری آشکارا دعوت کرده شده است. باز در همان فصل گفته می شود آن کسی که با دستی چپ و راست و چپ زمین را می راند و می کارد به زمین فایده بسیار می آورد. این به شوهری دوستداری مانند است که برای زنی محبوبه‌ای در بستری نرم و مزین براحت خوابیده‌اش فرزند و یا نعمت دیگر می بخشد. زمین به آن کس خطاب می کند ای آدمی که مرا با دستی چپ و راست و چپ می رانی و کیشت می کنی، در حقیقت من مانده نشده تولید می کنم. همیشه حاصلی فراوان و همه گونه خوراکواری مهیا می سازم. کسی که غله می کارد گویا تخمی نیکی می پاشد. فقره های
25 26 و 31. در گادها و چارواداری نیز دقت کلانی داده شده است. پیغمبر به اهورامزدا رو آورده می گوید تو همانی هستی که برای ما این نعمت بزرگ چاروا را آفریدی. ما در اینجا بسیار پارچه هایی را دچار می کنیم که درباره چاروا، نگاه و بین چاروا، محافظت چاروا و حمایه چارواداران بیگناه از هجوم درندگان سخن می رود. ستایش اهورامزدا و سیر کردن چاروا را ما از همه افضل می دانیم. محض در قدیمترین قسم اوستا دعوت به مهنت دهقانی، انعکاس تصورات و افسانه های خلقی و غیره دیده می شود. ولی اوستا در صورت مکمل همچون اثری دوره های خیلی بعدینه به نظر می رسد. دوره هایی که تعلیمات زردشتی مقدس و قانونی اعلان گردیده به دین و آیین دولتی که حاکمیت پادشاه را پرستیده حکمرانی اشراف و روحانیان را بر عامه مهنتکش روا می دانست تبدیل می یابد. برای آموختن تاریخ قدیم اجداد خلق تاجیک معلومات اتنوگرافی نیز اهمیت دارد. در معیشت و طرز زندگی پیش از ریولوسیونی تاجیکان، مخصوصاً تاجیکان کوهستان، بسیار باقی مانده های مناسبت جماعت ابتدایی محفوظ مانده بود. چنانچه خانه های کلان عمومی در دهه های درواز و قراتگین یکی از نشانه های آن می باشد. از بسیار بقیه های پرستش آتش، علوخانه یعنی جایی که اهالی مردینه قشلاق در گرد آتش جمع آمده ضیافت می آراستند نهایت پهن گردیده بود. یک قطار عرف و عادتها به محفوظ ماندن بقیه های زمان مادرشاهی نیز گواهی می دهند. در صنعت سفالسازی و بناکاری بسیار خصوصیت های قدیمه نگاه داشته شدند. مشهورترین گفتارهای باستانی دایر به قهرمانی، روایتها در وصف رستم می باشد. عادتاً تاجیک کوهستانی به کار شروع نموده پیش از همه رستم مدد کن می گوید. تیر و کمان رستم نام گرفته است. یک قطار عرف و عادتها از محفوظ ماندن بقیه های دوره مادرشاهی شهادت می دهد. در هنر کلالی و صنعت بناکاری بسیار جهت‌های عنعنوی قدیمه باقی مانده. اجدادان تاجیکان در دوره ترقیات مناسبت‌های غلامداری. آسیای میانه در هیئت دولت هخامنشی‌ها. تاریخ سیاسی آسیای میانه در عصر 6 ابتدای عصر 5 پیش از میلاد و وجود آمدن دولت هخامنشی‌ها. پیدایش نخستین پدیده های دولت در ایران به عصرهای 9-7 پیش از میلاد تعلق دارد. در این عصرها اکثر ناحیه های ایران غربی به هیئت دولت های آشور و اورارتو داخل می شد. ولایت هایی که بعدتر مرکز سلطنت میدی ها گردیدند در تحت تصرف دولت آشور بودند. طایفه های فارسی جنوب و غرب ایران که اولها به پادشاهی علام و بعد به هخامنشی‌ها اطاعت می کردند، تقریبا در سال 640 پیش از میلاد تابعیت خود را نسبت به آشور اعتراف نمودند.
در عصرهای 8-7 قسمت مهمی خاک شمال و غرب ایران در زیر اداره دولت پادشاهی مانی متحد گردید. طایفه های ایرانی زبان در مرحله های اولی نفوذ خود به ایران زمین از آخر هزاره 2 ابتدای هزاره 1 پیش از میلاد هنوز به همان درجه ترقیات اجتماعی و سیاسی که تأسیس اتحادیه مثل دولت امکان می داده باشد نرسیده بودند. فقط بعدتر در اساس این طایفه ها و به آنها آمیختن اهالی محلی یک قطار ولایت های ایران تمرکزی کنسالیداسیای عنصران ایرانی زبان به عمل آمده، در نتیجه انکشاف آن در چهاریک دوم عصر 7 پیش از میلاد دولت پادشاهی میدی تأسیس می یابد که اولها در حدود ناحیه اکباتن، همدان و چند از ولایت‌های همسایه قرار گرفته. پس اکثریت ولایت‌های ایران از جمله ولایت فارس، خاک دولت‌های مانی و اورارتو، یک عده ناحیه‌های تابع دولت آشور، قسمت شرقی آسیای خرد را تصرف نمود. حدود آن در شرق تا سرحد آسیای میانه رسیده بود. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در میانه‌های عصر 6 پیش از میلاد به جای دولت میدی دولت هخامنشی‌ها به وجود می آید. با ظهور دولت جهانی هخامنشی‌ها همان پروسس‌های خاص دوره گذشته عصرهای 9-6 پیش از میلاد که تمایلی به یک دولت متحد کردن خلق و کشورهای مختلف شرق باستانی را چنانکه دولت‌های آشور، اورارتو، میدی و بابور نو متصل وسعت می‌یافتند افاده می‌نمود به انجام رسیدند. بنیاد دولت هخامنشی‌ها را پادشاه طایفه های فارس کوروش دو گذاشت که پیشتر چون وصل به سلطنت میدی تابع بود. او در نتیجه مبارزه های سخت و دور و دراز نه فقط از تابعیت خلاص شد بلکه در سال 550 پیش از میلاد دولت میدی را تماما تارمار نموده به زیر اطاعت خود درآورد و در برابر عنوان پادشاه فارس عنوان پادشاه میدی را هم صاحب شد. کوروش دو جنگ‌های زیادی کرده است. او اول تمام ملک‌های تابع دولت میدی را تصرف نمود. سپس در سال 547 یا 546 پیش از میلاد دولت یونانی آسیای خرد لیدیا را که مملکت پرثروتی بود به سلطنت خود تابع کرد. فتوحات کوروش دو در آسیای میانه. نتیجه های دوره اولی فعالیت کوروش دو این بود که دولت هخامنشی به اقتدار بزرگ صاحب گردید، نفوس مملکت و منبعهای مادی آن افزود. همه این برای عملی گردیدن نیت‌های کوروش در بابت به وجود آوردن دولت پهناوری فراگیرنده تمام آسیا شرایط و امکانیت مهیا ساخت. پس از فتح لیدیا به قول گیرادوت در سر راه کوروش کشوری بابل، مردمی باختر، سکایی‌ها و مصریان قرار گرفته بودند که در نبردهای ضد آنها او می‌خواست شخصاً خودش سرداری کند. از این رو به جنگ ضد ایانی ها سرلشکر دیگری را فرستاد. چون این نقشه کوروش تصادفی نبود. از افتش او درباره اقتدار و آمادگی حربی خلقهای آسیای میانه وقوف کامل داشت.
بنابراین او در این سفرهای جنگی فرماندهی قوشون را حتی به نزدیکترین سرلشکران خود هم باور کرده سپرده نمی توانست. ما درباره آنکه اصطلاح آسیای میانه چگونه صورت گرفت چیزی به یقین نمی دانیم، ولی همینش معلوم است که اصطلاحگران در راه رسیدن به نیتهای خود بیرحمیهای از حد زیادی کردند. چه نوعی که گیرداد خبر می دهد، قسم زیادی اهالی آسیای پایان را، گرپک و آسیای بالا را خود کروش که خلقهای آن را پسی هم به هیچ یکی رحم نکرده به اسارت دچار می کرد از دم تیغ گذرانیدند. مورخ بابور عصر 3 پیش از میلاد بیراس همچنین خبر می دهد که کروش تنها پس از مطیع کردن تمام آسیا به بابل لشکر کشید. همه این دلیل ها نقل و روایت نیکلای دمشقی را در خصوص این که پس از غلبه کروش دو بر دولت پادشاهی میدی گویا سترپ گیرکان به پای خود آمده اظهار اطاعت کرده باشد و سپس سترپ‌های پارت‌ها، سکایی‌ها، باختری‌ها و سایر خلق‌ها پسی هم یکی پیشتر و دیگری آمده در نزد او به زمین زانو زده باشند کاملا رد می‌کنند. همه این گفته‌ها اشتباه محض است، زیرا باختری‌ها و سکایی‌ها به هیئت دولت میدی نمی در آمدند و آنها را تسخیر کردن کروش حالا در پیش بود. این گفته ها ظاهراً در حق دیگر ولایت ها هم نادرست است. در این بابت اخبار تراگ در نقل یوستین به حقیقت نزدیک تر است. دولت هایی که پیش تابع میدی ها بودند تغییر حاکمیت را تغییرات وضع خود پنداشته از کروش جدا شدند. این برای کروش بهانه گردید که به جنگ های سرشمار آغاز نماید. اثری تاجیکان شعله بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. شما گفتار 11 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان در قرائت عبدالرشید خوجمقولov شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی.